وقتی فرزند انسان بعد تولد بعد از یک چند روز وفات میکند در نماز در حق این فرزند ما چه دعا کنیم چی دعاها رو کنیم فرزند چند ساله گفتید؟ یک چند روز بعد از تولد شدن از دنیا میگذره. هر دعایی که میکنه اون فرزند بیگناه است. اون فرزنده که حالی به بلاغت نرسیده از دنیا گذشته است، خاصتا کودک طفل نو به دنیا آمده است با گذشته است، او جنتی هست، یگان حاجت نیست. حتی فقط برای شما، برای پدر و مادرش، یعنی صبر پرسیده میشد از الله تعالی. همه هم در دعای جنازه هم وارد شده است که او را برای ما یک فرتی نیک کن، یعنی یک چیزی تقدیمی نیک کن. پیشتر رفته برای پدرش جای آماده کرده ایستاده است. همین خلوه، یعنی که بدون همین هم مغفور و مغفرت شده و رحمت شده هست.